و میخواستم فکر خود را درباره گردی همایی که از طرف گروه تروریستی اکستریمیستی 24 با راهبری شرف‌الدین گدایف هست فکر خود را بیان دارم. همه دروغند، همه تهمتند. گر عیب خاک پاک سیستان کند کسی، دنیا پلید می نشود از دهان سر. و شرف‌الدین گدایف تو یک شخص خیانتکار، یک شخصی از وطن رانده، یک شخصی دروغگوی و بهتانچی هستی که پدر را از دست دادی، مادرت در حال پریشانی است و فکر مادر پیرت را کن. از مادرت دعا گیر. وقتی که وطن را خیانت میکنی، به وطن خیانت میکنی، مادر از تو راضی نیست. ما تو را میشناسیم، تو زاده ناحیه فرخار شهرک فرخار هستی و تو خیانتکار شدی. از مادرت دعا گیر. وقتی سحری دعا بگیر از مادر، بر جان و تن تو می شود همچون سپر و من گمان میکنم که همون مادرت هم به تو دعا نمیدهد.